و با اونها مماشاتی نخواهیم کرد. زندگی برای اونها تلخ خواهد شد بدون تردید. فکر نکنند که زدند و تمام شد. نه، کار رو اونها شروع کردند و جنگ به راه انداختند. ما به اونها اجازه نخواهیم داد که از این جنایت بزرگی که انجام دادن خودشون رو سالم خلاص کنن. مسلح نیروی مسلح جمهوری اسلامی ضربه های سنگینی بر این دشمن خبیث وارد خواهد آورد. ملت هم پشتیبان ماست، پشتیبان نیروهای مسلح و جمهوری اسلامی به اذن الهی بر رژیم صهیونیستی فائق خواهد شد. ملت عزیز این رو بدونن و مطمئن باشن و خاطر جمع باشن که در این زمینه هیچ کوتاهی صورت نخواهد گرفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.